سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر. امروز اومدیم موزه خودروهای قدیمی کلاسیک سمت فکر کنم کرجه. آره خب اینم اینجا این سوله مانندیه محبت میشه. سلام دوستان، خسته نباشید، وقتتون بخیر. ما اومدیم برای موزه خودروهای تاریخی. امروز بچه‌ها رو آوردم به هوای اینکه ماشین قدیمی و کلاسیک رو ببینن. مثلا محمد حسین خیلی دوست داره. بابای من به من قول داد، به قولش هم عمل کنم. انشالله گیر ندم برای ویدیو. اولیش که جلو داره جنسی نفعی 250,000 تومان هزینه ورودیمون بود که کارت کشیدیم و یه کمد رو داشتیم. اینجا تمام وسایلمون رو باید بذاریم اینجا. فقط همراه خودمون یه گوشی باید ببریم. گوشی و دوربین و ساعت مچی. این فکر کنم مال شاه بوده. چیزی که نوشته اولیش بنز معلوم گرفتم قبلش گرفت. به ماشین ها نمیرسن، نیم متر خاک نشسته. چه میکنه؟ من که ماشین بازم نمیدونم چی یعنی. چیه؟ آقا ماشین بنتلیه. ببین های اصالت و ناکن بنتلی هنوز داره تولید میشه. هنوز جزو بهترین چیزاست. آره بنتلی. چی؟ شرکت بنتلی. بیایی من 1948 اصلا شاید سری از این ماشین اصلا کلا نمیتونه باشه همینجا. اینه فکر کنم مال شاه بوده. این قالپاقه. اگه اشتباه نکنم 2 تا دونه کلا تو دنیا ساخته شده آدم.
فیاته. ماشین جدید خب قیافش هم خوشگل‌تره دیگه. سال 1922 100 سالشه. خب بیاد اینا هم که کنم بودشم همش بودشم بوده خواهم خودم خودت ها لاستیکاش مال هوندا سایز 5 سوپر اسپورت رودستره همشون انگلیسی هم رودستر یعنی سقفش جمع میشه یعنی اون ببین اینجا رو با کوکتل مولوتوف آتیش زدن خب همه این ماشینا رو بازسازی کردن فرمانهای جوان هست اینم بانک جوان ماشین ها یه سری رو خود شاه داشته اینا رو اگه اشتباه نکنم بازسازی کردن چون آتیش زدن اینجا رو ماشین هم آتیش گرفته ببین سطلشو من دیدم خیلی خوشگله اطلاعاتش خودرو بخواهیم یه دونه بودن چگولیه اونه دو تا کادیلاک این لیموزینه لیموزین نه لیموزینه صندوقشون خیلی باحاله نگاه کنی دیتیلی داره مرسدس بنز از این چیزه به اینا میگن معماری معمارا سوار شدن اطلاعاتش میرسن از سرس نگاه ها اینا خوب اینا رو نمیذاشتیم آینه هاشون رو والا آینه هاشون رو بزیدم اینا باز بوده مثلا دستاز نبوده که مثلا ولی بابا کدوم هایی نداره؟ دوزیدن ازش فقط باینه وسط بابا وایستا
از اول آینه نداشتم. لیموزینه دیگه، اینا بار داره عقبش. ما اصلا عقبش که پاک ماندن اینجا داره. عقبش جا چیزه ماما یه دونه تو دنیا هستش که اینا چراغشون برمیگرد یعنی جمع میشه بولز میگیره اینجا لولو بخوری اسئله چقدر خوشگله جلو خیلی سخته. اینم مال این محسن این کلا دو تا توی دنیا مرسدس 190 اسئله بابا اینجا اومدم پشت این ماشین ها نشون میدم این همون ماشینی که گفتم این از روز این بود این بالا راهشان رو بازسازیش کردن نه تمام تو بودیش رو بازسازیش کردن اینا خودش نفسیشون رویس رویسه خود رویس بعد اروپا می‌دوزیدنش یعنی اون رو تبریش کنه و بفروشه بعد شرکت شما چیکار کرد دایی؟ شرکت شما چیکار کرد؟ حسگر واسش گذاشت دست تفلش می‌خورد رو پیلتون ضعیفش زمان گیره ندارد چه گذاشته کامارگه روز رویس کامارگ بابا همه روزا برفاهانش کل شیشه
هنوز هم فروش میره فانتوم. این هم باز روسوس. همش اورجیناله یا اضافه هم شده بهشون؟ یعنی مثلا این سقفش همون اورجینال 100 سال پیشه یا مثلا بازسازی شده؟ 100 سال پیشه. آره ببین یه سریاشون ایرادات داشتن. یعنی سعی کردن اون دوستش میشه. بله. اینجا پرچم بود. از این بنزه معماری لیموزین. این اکثرا دنده ها رو فرمون بوده. دنده ها رو فرمون اینجوری میگیری کلاشو میگیری میدی بالا این به این میگن فرمون استخونی. حالا چیز ژیان این شکلیه نکن دسته توی فرمون میکشی یک میچرخونی میری با این دو میچرخونی میری با سه لوازم‌های یدکیشونه قدیما بوده. یعنی اگه اشتباه نکنم مال بنزه. این مال شیرولت این چیزی که جوری فکرم فقط شیرولت میزده 4141 دستگاه ساخته شده. میخوره این چی کنه؟
اینم باز چراغش برگشته. واو این مال پسر شما بوده. اوه چه جیگری اونجا نگاه. یه از این هست که چراغش باید میشه. کلا 133 تا سالشه. خیلی هم طرفدار پیدا کرده. این این چراغش حالا دیگه این دکمه میده چراغ ندید. خب اینم از این پشته، اینم مصاحبه فابریکه. این فکر کنم نسخه مصاحبه‌ایشه. اون نسخه مسابقه‌ای مثلا این گوشه اسمش چی نوشته؟ MPV تهران. مثلا مال ایران ساخته شده. شرکت ایران ساخته سفارش داده تهران رو نوشته. همونیه که گفتم چراغاش میچرخه اینجوری اگه شما یا اینجوری میده یا این شکلی میره تو بسته میشه. مال پسر شاه بوده چیزی که میدونم. لامبورگینی چیه؟
خیلی نیاز پورشه آره پورشه است 1357 رول سرسرانشون اونجا هم رفتیم بیرون قالبه های خیلی خاص هم پوشه لامبورگینی پلاکاییه که از همون ماشین ها مونده از یه سری ماشین مونده این همه ماشین بسیارش افتاد Asasino. Aksi me fue idea.
بخون موتورا چیه؟ هارلی دیویدسون. اینم جایی که چیزایی که مثلا پیدا کردم اتیوان این کلا رو دید وقتی شما برید توی کوم توجه باشید نه این کلا رو برید اینجا لامپ از همین جز از عرضش در باشید اون لازم برید سلام دوستان، عجب سلام کرد کمک صبحون کنم خالی دروازه میشه صبحون تو رو لذت آفرین صبحون و محمد حسین علاقهشون به ماشین خیلی زیاده فیلم گرفتن لذت نبود 90% که نه شاید 30-40% 50% اون شرکت هایی که این ماشین رو دادن جمع شده برکست شده صبحون که اینا پاک کرده اینقدر قشنگ پاک کرده من من به اندازه اینا علاقه ندارم ولی خب بخاطر بچه ها بیا یه آدم بیشور برشو مکمل من میگم که یه سری شده دزدیدن بگی مرسدس بنز 300 اینا خیلی کمه اینا همشون نگاه چکوندن همشون چکوندن بریم جیب رو بگیم میتونه جیب ها بابای مهدیه جیب رو مموری 220 SUV اونایی که پایین بودن لیموزین بودن اینم باز یه مدلشه این فکر کنم 280 اتاق 216 به این میگن همین که 216 برگشتم دبل 214 نه اشتباه کرد آره سی و دو میشه سری 3 دیگه
ماشینی که الان اینجا هستش 7 نفره است. زمانی که بخوان استفاده کنن صندلی ها تاشوه. بچه ها این یا پورش است یا فراری. خودتون تو کامنت ها بنویسید. هر کس کامنتش زیادتر بود دونه کامنت ها مامان تقلب فرستونه. هر کی سواد شده بود پورشه. ماشین پورشه. بکنه تقلب فرستونه. این چیه محمد حسین؟ این بنز خلا. مرسدس بنز. این اسئله فکر کنم این اسئله اینو نگاه کن. 190 صفحه 200. آره نه خیلی تو هم اشتباه کردی. اشتباه کردی. این آقا پنکر زده برای خودش. نه من اینجا بیارم و یه دوربین جلو بگردیم. اینو میبینید این ماشین اینجوری نبوده. کلا ماشین ترکیده پوست بود. پیازی باشه این همه روخ خیلی خفنه هم خوشگله. مقایه میکنه ساز روحیاتش لطیف است. پوست پیازی باباتون این فراریه اینم فراری مال سال 1920 میبینی چقدر ماشین مال 90 سال پیشه. میبینی چون که در به دار گوشیه هم دارن اذیت میکنن اینجا مورا رنگ نکرده برم پولیش کنم میدن اینجا رو جد پرچم مرسی تا پایان این ویدیو همراهمون بودید. اینم پایان ویدیو. لایک کامنت سابسکرایب کامنت انگلیسی. حالا یه موزه‌ای هم هستش برای هواپیما و هلیکوپتراست. اونا رو هم میریم حتما. خسته از خوابش بود. برو بخواب. همین امروز موزه خودروها بودش. قول دادم به محمد حسین ببرمش که به آوردم. قولش هم اول فعلا